سلام دوستای خوبم، سمیرا هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز اومدم با یه غذای عالی که میتونید تو مهمونیاتون هم سرو کنید. ماهی با سس مخصوص. میتونید این سس مخصوص رو در انواع ماهی ها درست کنیم و لذتشو ببریم. خب قبل از همه چی ما ماهی ها رو من از شب قبل تمدار کرده بودم که طرز تمدار کردنشون پایین گذاشتم، میتونید نگاه کنین. بعد من داخل فیر گذاشتم. شما میتونید داخل روغن سرخ هم بکنین، این بستگی به سلیقه خودتون داره. بعد میریم سراغ سسمون. قبل از همه چی پیازا رو قشنگ به صورت خلالی خورد میکنیم، داخل روغنمون میریزیم. پیازامون قشنگ سرخ بشه، ما اینور بریم سراغ سیرامون رو رنده میکنیم، قشنگ میذاریم کنار اونم باشه. اینجا میبینین که پیازامون داره سرخ میشه. دوستای خوبم تا اینجایی که خوشتون اومد حتما زنگوله رو فعال کنین، سابسکرایب کنین و حتما لایک کنین. بعد میریم سراغ سبزیامون. سبزی‌ها قبل از اینکه خرد کنن قشنگ میشوریم که اون خاصیت خودش از دست نده. بعد خرد میکنم. سبزی شامل شیوی، جعفری و نعنا هستش. سبزی رو که خرد کردیم میذارین کنار. نگاه میکنیم به پیازام تقریبا سرخ شده. ادویه که شامل زردچوبه هستش به همراه سیر که از قبل رنده کرده بودیم رو اضافه میکنیم، قشنگ هم میزنیم. بعد میریم سراغ سبزیامون رو به پیازامون اضافه میکنیم. اجازه میدیم که 10 دقیقه تفت بخوره. اینجا سبزی تا تفت میخوره ما گردوها رو میشکنیم، خرد میکنیم، آماده میکنیم، میذاریم کنار. بعدش هم بریم سراغ سسمون. بله 10 دقیقه گذشت رو به انار رو اضافه میکنیم. بعد بهش گردو رو اضافه میکنیم و زیر گاز رو خاموش میکنیم. سراغ ماهی رو نگاه میکنیم. بله ماهیام آماده هستش. این از پایان کار. دوستای گلم خوشحال میشم که سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین و لایک کنین. خداحافظ.